یعنی مرحله زحمت تشریف مطلقاتش یکی کمک‌های اولیه، بله اینجا کپسول آتش نشانی، پرده بار و 4 تا کف‌گیری. اینجا پک پنچگیری، یه دونه پمپ باد داره و یه دونه هم کف. این کفش هم از همینجا می‌تونی بگیری. اوکی. آره. خب آره این کفشه. مثلث خطر، بوکسل بند و آچار گلپیچ. این هم گم نشه به جمعام. اینجا رو کلا واسه هیچ کسی بالا نزنید. متاسفانه برق قوی داره تو اینا رد و بدل میشه و اگه یه نشری کوچیک داشته باشه برق دیسی سری خوشتون میکنه. اینو حتما یادتون باشه کسی کلا بالا نزنینش. این هم از واسه بسته شدن درم که دکمه رو میزنیم خود در بسته میشه. خب تشریف بریم اینجا. دست شما در نکنه، خیلی زحمت، خیلی ممنون، متشکرم. خداحافظ شما، خیلی ممنون. دو سویچ ریموت به همراه یک دونه کد که این کد رو تو خونه حتما نگهش دارید و دفترچه توضیحات فارسیتون رو داخل داشبورد واسهتون گذاشته شده. اینم حتما مطالعات داخلش رو بخونید. خب آقایون که دارن کارشون انجام میدن شما بفهمید بشینید و توضیحات بهتون بدم. بفهمید بشینید. زمین برچش. ماشین الان روشنه ولی چون که روی حالت برقه دیگه صدای شما نداری. خودش برقش الان چون تامین رو حالت برقه باز یه خورده که برق میاد پایین خودش بنزین رو فعال میکنه، ترکیب میشه و برقتون رو دوباره شارژ میکنه. این از این. پس این پروسه برق و بنزین که چرا میره رو برق و چرا رو بنزینه فقط واسه اینه که بنزین میاد واسه شما راه اندازی میشه و برق شما رو کلا تامین میکنه و بعد دوباره ماشین میاد رو حالت برق چون برق و بنزین ترکیب. اینو من نمی‌کنم یک روکشی روش داره که حالا بهتون میگم. یک دونه صفحه همیشه اینجا هست که رادیوتون، مدیاتون و کولر و بخاریتون رو براتون همیشه اینجا داره. این صفحه رو که ردش میکنین میاد حالتهای رانندگیتون دارین که حالت اسپورت داره، حالت اسنو داره که واسه تو برف. الان روشن شد برق چون که حالت رفت رو حالت اسپورت روشن میشه که ماشین خودش اتوماتیک. و حالت اکونومی که حالت کم مصرف و بهینه است. حالت نرمال شم که همه چیز نرمال. خب حالا یه توضیح کامل بهتون میدم. ماشین خاموشه. واسه روشن کردن ماشین، تعویض دنده‌هاتون و ترمز دست حتما پارتون رو ترمز کلید استارتر رو یه دونه میزنی ماشین روشن میشه. ولی الان دوباره ماشین رو برق روشن شد. شاسی اینجا ببینیم اینو میچرخونیمش رو هر دنده‌ای که بخواید خودش میره رو دنده‌ای که میخواید. آر، دنده عقب، خلاص و حالت درایو که حرکت به سمت جلوه. هر جا ایست کامل کردین دکمه پارک رو فشار میدین خودش میاد رو حالت پارک و ترمز دستی رو خودش فعال میکنه. هر وقت هم خواستین حرکت کنین ماشین رو میذارین رو حالت درایو، ترمز دستی به سمت پایین فشار میدین آزاد و شروع به حرکت کردن میکنه. دکمه اتو هولد ماشینای اتومات رو هر دنده‌ای که باشه پا رو ترمز بردارین ماشین شروع به حرکت کردن میکنه که یه چیز طبیعیه. دکمه اتو هولد کمربندتون رو میبندین، اتو هولد روشن میشه. داخل اینجا به A مثل همین ولی روش نوشته A که اتو هولده و رنگ سبزه روشن میشه و به شما آلارم میده که الان اتو هولدتون فعاله. دیگه شما تا موقعی که گاز ندی ماشینت حرکت نمیکنه. همیشه ایست کامله و تا موقعی که گاز ندی ماشینت حرکت نمیکنه. به جمله تو کلام الان ماشین بازم روشنه ولی موتور بنزین خاموش. آره موتور بنزین ببین اینجا ریدی که نوشته یعنی آماده حرکت ماشین. اون یعنی به معنی روشن بودن. یعنی روشن بودن. الان کلا روشنه. وقتی که ماشین خاموش بشه کلا چون شما صفحه مانیتور نداری کلا میبینی ماشین خاموش شد. حالا خواستی ماشین رو روشنش کنی اینجا پارو ترمز کلید استارتر رو میزنی پوش کیلومترات همه فعال میشه و اینجا هم ریدی آماده حرکت رو بهت نشون میده. درسته این تا اینجا اوکی. خب اینجا که واسه خاموش روشن کردن کولر بخاریته که میتونی اینو کولر بخاری رو خودت خاموش روشنش کنی. AC شو میتونی قطع و وصل کنی، گرم کنای شیشات و اینجا هم که دوربین 360 درجه میزنی روش 360 درجه نمای دور تا دور میخوای درو ببند. کیفیت خیلی خوبی هم داره. دوربین کیفیتش دوربینای خوبی داره. خب ببینیم تمام دور تا دور رو بهتون نشون میده. حالت 3D هم که حالت 3D رو به صورت کاملا واقعی میتونید ببینین و اینا بهش میگن نمای 560 درجه که شما کامل به این صورت میتونید کامل ببینید و دوباره همین رو بزنی حالت 3Dش قد میشه.
حالت اتوپارکش از اینجا فعال میشه. اتوپارک ماشین اینطوریه که شما میری کنار یه ماشین وای میستی، پا رو روی گاز و ترمز برمی‌داری، از روی فرمونم برمی‌داری، دستتو خود ماشین میره تو جا پارک میکنه. حالا به چه صورت فعال میشه؟ یه ماشین یعنی فرمون و گاز و ترمز خودش میده؟ همه کار خودش انجام میده. شما میای چیکار میکنی؟ میای اتوپارک رو فعال میکنی، میری کنار ماشین وای میستی، خود ماشین رو بغلی رو شناسایی میکنه و شما پاتون رو برمی‌دارین، خودش میاد تو جا پارک. درسته؟ همینقدر راحت. و دوباره کارتون تمام شد برش می‌دارین. خب این تا اینجا دیگه خدمتتون عرض کنم. میریم داخل تنظیمات ماشین. اینجا تنظیماتشه که شما میتونید اتولایتش رو میتونید، چراغاتون رو همه رو میتونید تنظیماتش انجام بدین. درایوینگشه که میگه 4 تا در تو 15 کیلومتر سری خودش قفل بشه. دیگه خدمتتون عرض کنم تمام این آپشن‌های اینطوری رو میتونیم فعال کنیم. فورگت داره، نمیدونم خستگی هنگام رانندگی داره، خدمتتون عرض کنم آپشن برخورد رو به جلو داره. اینا همه رو از اینجا میتونین قطع و وصلش کنیم. صندلیاتون گرم کن و صندلیاتون از اینجا سرد کن، اینجا هم گرم. اینجا حسگرای دور تا دور ماشینتونه که میتونید فعال و غیر فعالش کنیم. اتوپارکش رو میتونید آن و آفش کنیم. دیگه اینجا هدا بشه که الان آفه، الان دیده نمیشه. من این آنش میکنم که هدا بتونم فعال بشه. بله هدا ما فعال شد که توی شیشه کیلومتر ماشین میفته و شما میتونید ببینید. حالا میخواین اینو به من بدین که من از اینجا یه نشونش بدم. ببینین این جلو هدا به ماشینه، این هدا میشه از این ورنگاه دیده نمیشه، از فقط از سمت راننده بعد فقط خود راننده. اینجا هم که کامفورتشه که میتونین هنگام خستگی هنگام رانندگی رو میتونین طولانی مدت بذارین، کم بذارین. و اینجا هم که حالتهای انرژی تونه. تو حالتهای انرژی نیو انرژی که نوشته یه گزینه‌ای داره این پایین، ببینید این رفت آمدیه به نام واش. این واسه کارواش ماشینتونه. هر وقت خواستین ماشین رو ببرین کارواش، اینو حتما آنش میکنین. آن میکنین و بعد میبرین کارواش که ماشینتون برقش قطع بشه، که خدای نکرده اتصال نداشته باشه. ماشینای هیبرید خیلی با آب کلا مخالفن، واسه همون حتما باید رعایتش کنین. تو جاهایی هم که زیادی آب هست کلا ماشین نبرین. نمیدونم خیلی این ماشینا رو میخرن فکر کنن آفروده و ماشین ازش میرن کار آفرودی میکنن. نه اینطوری نیست. زیادی چون هیبریده خیلی جایی که زیادی توی آب و اینا کلا نباشین چون اصلا هم میریزه به هم. اینجا هم که کل شارژ ماشینتون رو نشون میده که الان رو حالت 54%. این به 35 برسه دوباره موتور بنزینتون روشن میشه. باشه کاپوتون موتور بنزینیتون روشن میشه و دوباره اینو به 70% میرسه. از 70% اگه بالاتر نمیره به خاطر که باتری بین 20% تا 80% سالم میمونه. واسه همون روی 30% این میاد دوباره واسه شما شارژ میکنه و 70% دوباره قطعش میکنه. اینم متوجهش باشین. این از کل توضیحات خودروی هاوالتون که حالا اینجا هم باز کلی آپشن دیگه دارین که اینا هم همه رو قصلا طبق دفترچه میتونن مطالعاتشو بخونن. خیلی هم بیام توضیح بدم از کنجکاوی توی مانیتور و کیلومتر اینا در میان. از خوشحالی ماشین صفر هم دیگه نمیخوام. دست در آره قربون شما. حالا اینا هم که واسه آینه هاشه، چون این حالا یک چیز کلیدیه من بهتون بگم. حین حرکت اگه خواستین آینه ها رو ببندین این دوتا رو با هم دیگه فشار میدین، چون دکمه دیگه ای نداره. ببینید با هم که فشار میدین آینه ها حین حرکت جمع میشه و دوباره میزنین باز میشه. چون خیلی اینو سوال دارن ازم که چرا آیناش جمع نمیشه. اینم گفتم بهتون. حالا اینجا هم کروز کنترل هم یه توضیح بهتون بدم. کروز کنترل ماشین ببینید اینجا یه دونه به سمت خودتون که میکشین کروز رو فعالش میکنه. 2 تا کروز دارین شما. اینجا رو میتونین ببینید. کروز کنترل این کروز ساده است که شما تو جاده داری 100 تا 110 تا میری تنظیم میکنی رو 100 110 تا و ماشینتون رو همون سرعت میره. و یه دونه دیگه که به سمت خودتون میکشین این میشه کروز تطبیقی. یه دقیقه ببخشید جانم خانم ساده. این دو تا رینگا چی شد؟ هنوز نفرستاده. من بهشون گفتم بفرسته، هنوز تو راه مثل که اسنپ گرفته داره میاد. آقای خب کروز تطبیقی رو شما روی ماشینی میتونید بذار من این ماشین رو یک دنده عقب ببرمش.
نه هیچ صدایی الان نزد. آره دیگه. خب کروز تطبیقی توی جاده شما یه ماشین داره جلوی شما میره و شما کروز تطبیقی رو با اون فعال میکنی، اون ماشین هر سرعتی بره ماشین همون سرعت رو میره پشت این، ترمزم بگیره خود ماشین دوباره ترمز میگیره، باز گاز بده خود ماشین گاز میده. یعنی عملا شما هیچ کاری دیگه نمیخواد انجام بده، فقط باید فرمان تو دستت باشه. این از این. و دوباره به سمت پایین که فشارش میدین کروز کلا خاموش میشه. پس این به سمت بالا فعال بود، به سمت پایینم غیر فعال بود. چند تا دکمه گوشه اینجا داریم. این واسه شیب تنده، اولی شیب تنده. حالا این الان اینجوری دیده نمیشه فکر می‌کنم. آره این شیب تنده که شیب تند واسه اینه که شما تو جاده‌های سرازیری داره، اینو که فعالش کنین داخل کیلومتر شیب تند عکس ماشین میاد و ماشینتون دیگه دور بر نمیداره تو سرعت و این مثل دنده سنگین واسهتون عمل میکنه. اینم که حسگرای دور تا دور ماشینه. ببخشید خب اینم که دکمه آف ESP یا کنترل پایداری. شماره شاسیش ببین رو شیشه عقب 4 رقم 6 رقم آخر. اینجا دکمه آف ESP یا کنترل پایداری همیشه روشنه و کارش هم لغزش ته ماشین و هرزگردی چرخهای جلوی ماشینه که همیشه از ماشینتون میگیره. اگه خواستین خاموشش کنین دیگه باید با احتیاط رانندگی کنین. وقتی هم اینجا خاموشش میکنین اینجا بهتون دکمه آفو نشون میده. این دکمه آف واسه ESP ولی همیشه روشن بمونه، یعنی این چراغ اینجا نباشه به هیچ عنوان. اینم که درب صندوق عقبتون رو باز میکنه و ارتفاع این چراغت. تمام قربان. دست در نکنه. قربون شما، سلامت باشین. ان شاء الله که مبارکتون باشه و سلامتی استفاده کنین.